سلام، محمد صادقی هستم با یه ویدیو دیگه از کانال پادمیم در خدمتتون هستیم در کنار دوست عزیزم منصور خانوم. ایشالله میخوایم بخش پایانی کودک درون رو ببندیم. میخوایم که در رابطه با نحوه شفا و اینکه چه فوایدی داره برامون اگر شفا پیدا کنه کودک درونمون و اگر شفا پیدا نکنه چه اتفاقاتی میفته. اگه کودک درون جدید رو بتونیم متولد کنیم و باهاش دیگه زندگی شادمانه‌ای رو تجربه کنیم. یکی از مواردی که تو ویدیوهای قبلی هم درباره‌اش صحبت کردیم اینه که مراقبت کنیم از خودمون و کودک درونمون، یعنی برای کودک درونمون والدی کنیم. وقتی ما پدر و مادری میکنیم برای کودک درونمون یه جور حس قدرتمند بودن میگیریم. چرا؟ چون خودمون رو مسئول میدونیم در مقابل اون رنج‌ها و اندوه‌هایی که کودک درونمون داره شجاعانه بیایم تو میدون و بخوایم حلش کنیم اونا رو. به همین خاطر ما یه حس قدرتمند بودن میگیریم. با زخمای دوران کودکیمون روبرو. احسن، با زخمایی که دوران کودکی حالا یا پرستاران یا پدر مادرها یا معلم‌ها یا عمه دایی خاله نمیدونم هر کسی که ما رو با والد نکوهشگر و سرزنشگرش مورد حمله قرار داده بیایم و با اون زخمایی که توسط این رفتارها ایجاد شده بیایم و مقابله کنیم. این اندوها زیادن، بعضن کم نیستن و مسئله اینجاست که اینها در خفان پنهانن تو بک ذهن ما، تو اون لایه‌های زیرین وجود ما اینها تلمبار شدن و رو همن و بعضا اصلا نمیتونیم تشخیصشون بدیم. یه دفعه از یک اتفاقی پریشون میشیم، توی موقعیتی یه دفعه پریشون میشیم بدون اینکه بدونیم چرا این اتفاق افتاده و از همونجا داره نشأت میگیره و ریشش تو همون اتفاقایی که توی کودکی برای ما افتاده توسط این افراد و اشخاصی که گفتم میتونه به وجود اومده باشه. چرا باید حالا اینا رو حل کنیم؟ به خاطر اینکه اون زخم‌ها و اون اندوه‌های دوره کودکی در تمام عمرمون با ما میمونه. ربطی نداره که چند سالمونه، 40 50 70 80 90 هر چند سالت که هست اون زخم‌ها با تو میمونه و اگر اینها رو از اون پستویی که درش قایم شدن و پنهان شدن نکشیم بیرون، برملا نکنیم، هیچ امیدی هم نمیتونیم داشته باشیم برای اینکه حلش کنیم. مسئله رو میگن میخوای حل بشه بنویسی، بخش زیادی از مسئله حل شده و همین که ما اینو برملا میکنیم بهش اجازه میدیم که مطرح بشه و وقتی مطرح میشه حتما یه فکری براش میکنیم برای حل شدنش یا تعدیل کردنش. حداقل امیدوارم تو تمرینایی که حالا تو ویدیوهای قبلی گفته شد، تمرین نوشتن دو دستی در واقع با دست قالب و غیر قالب، خمیربازی، خالی کردن خشم کودک درون از طریق مشت زدن به کوسن، بالش، نمیدونم اینها و نقاشی کردن با دست غیر قالب، بازیگوشی کردن، نمیدونم همین این روشایی که گفته شد، امیدوارم بخش زیادی از اینها حل شده باشه و شما روابط خوبی رو با کودک درونتون آغاز کرده باشید. رویارویی با این دردا و با این حجم از اندوه که به احتمال بسیار زیاد تو خیلی از ماها این زیاده، انرژی میخواد و زمان میخواد. گفتم تو ویدیوهای دیگه صبر لازم داره. ما به این فرایند میگیم ماتم گرفتن. ماتم گرفتن رو اگر به شکل یک فرایند ببینید، نه بشینیم، چون بعضی از ماتم گرفتن میرن به سمت افسردگی، یعنی وقتی اینا رو یادآوری میکنن میشینن قصه میخورن، به خصوص کسایی که توی کودکی مورد سوء استفاده بزرگسالا قرار گرفته باشن، نه حالا سوء استفاده مثلا اینکه کودکی نکرده باشه. آفرین، کودکی نکرده باشن، کودکانی که بهشون میگن کودکان بزرگنما، مثلا خواهر یا برادر کوچیک‌تر داشته، باز اینم تو ویدیوهای دیگه دربارش توضیح دادم، همش از اون مراقبت که همش تکلیف مدرسه‌اش انجام داده، همش مدرسه رفتن. آره، این وقتی یاد بچگیش میفته فکر میکنه که ای بابا من اصلا کودکی نکردم. که اگر ماتم گرفتن رو به عنوان یک فرایند ببینیم و بدونیم که مرحله‌ای است از مراحل شفا دادن کودک درون، حتما میتونه خیلی خیلی موثر و کمک کننده باشه. نیازی نیست که اگر تا یه نفر یه سری درداشو میگه و اینا، آخه عموم میگن که بابا این دوباره داره آیه یأس میخونه، زانوی غم بغل که یا فلان، بدونیم در بعضی مواقع لازم این کارو بکنیم ولی باز بدونیم قرار ازش عبور کنیم، قرار نیست توش بمونیم و استوب بزنیم روش. مرحله ماتم گرفتن یه جورایی مرحله اول شفای کودک درونه. بپذیریم غم هامونو، وقت و انرژی صرف کنیم براش، این زخم ها رو بذاریم خودش رو نشون بده، باهاش روبرو بشیم، شروع کنیم به درمانش. چون اون اندوها و اون دردایی که در ما مونده و ما بیانش نکردیم و بروزش ندادیم برای ما آسیب داره، مریضی میاره،
حال بد میاره و کلا اصلا شور و شوق زندگی نداره. بله. زود خسته میشیم، دچار اضطراب میشیم. اوکی، پس این بدیهیه که باید بریزیمش بیرون. حالا آخه یه مسئله وجود داره حین انجام اون تمرین ها، چون ما یاد کودکیامو میافتیم و گفتم بعضیا چون ممکنه کودکی رو از دست داده باشن، ممکنه این مرور اون دوران کودکی حالشون رو بد کنه و دست بکشن از موضوع، ولی بدونید که باید ادامه بدید، باید این بیرون ریزی اتفاق بیفته و در نهایت به جای میرسید که دیگه میبینه اوکی الان حالم خوبه، سبک شدم. اینو حتما مد نظر داشته باشید تو انجام تمرینا. بعد از مرحله و فرایند ماتم گرفتن، کودک درون جدید متولد میشه. کودکیه که شما ازش دیگه یاد گرفتین چجوری مراقبت کنین و هدیه کودک جدید برای شما چیه؟ سرحالی، شادابی، خلاقیت، خودانگیختگی، سرزندگی، شور و حال زندگیه. دقیقا همینه. مثلا خیلی از آدم‌ها می‌بینید که سن بالایی هم دارن، بعضا خود مردم میگن، مثلا میگن طرف آدم زنده دلیه، طرف آدم سرزنده‌ایه، مثلا میگن سن که چی، پیری به سن نیست، جوونی به سن نیست، به دله. خب به دله چیه که به دله؟ به همینه که تو ارتباطت با درون خودت و با اون کانون هستی اصلیه که کودک درون ارتباط درستی باشه، کودکت حالش خوب باشه و تو اون وقت همیشه این هدیه رو از طرف کودک درونت داری که حالت خوبه، چون همه ما داریم میدویم برای حال خوب. افرادی که کودک درونشون رو آسیباش رو ترمیم کردن و یه کودک درون جدید متولد شده، به عبارتی با خودشون به صلح و آرامش رسیدن. یعنی در درون خودشون احساس آرامش دارن و احساس میکنن به اون خرد عمیق درونی وصل هستن. یعنی این آرامش و این حس امنیت و اعتماد و از اون خرد عمیق درونیشون میگیرن. ببین توی کتاب راه هنرمند میگه که خلاقیت، منشأ خلاقیت خالق بزرگه و ما در واقع آره و ما بازیابی میکنیم. بعد از یک چاهی حرف میزنه، چاه خلاقیت، که میگه تو کسایی که در واقع خلاقیت به خرج میدن در واقع تعبیر میکنه به این که از یک چاهی دارن برداشت میکنن. یکی از راههای پر کردن اونجا، چون تو چاه که اگه پر نکنی هی برداری تموم میشه دیگه، یه جای خلاقیت طرف تموم میشه. اوکی، حالا این خلاقیت لزوما انجام کار هنری نیست، تا خلاقیت در زندگی کردن، خلاقیت در نحوه زندگی کردن. حالا این کودک درونه رو بهش رسیدن یه جورایی پر کردن اون چاه هست، چاهی که به تو یاد میده که چطوری وقتی میگیم خلاقیت داشته باشی چطور خلق کنی لحظه های شاد برای خودت، برای خانوادت، برای اطرافیانت، برای کل زندگیت، برای جامعت. این که بتونی همش اتفاقات جدید و هیجان آور خلق کنی. اصلا راه و روش جدیدی برای زندگیت، برای خودت، اطرافیانت، اون حال خوب رو بتونی اصلا خلقش کنی. چجوری امروز میتونم حال خودم و بقیه رو خوب کنم؟ خلاقیته. دقیقاً همینه. حرفای ما یه خورده ممکنه شبیه حرفای شعاری باشه، ولی واقعا راه حلش ساده است. نمیدونی چه بازی اولا یه همبازی پیدا کن. همبازی ممکن همسن خودت باشه، دوستت باشه، رفیقت باشه، ممکنه 70 سالت باشه، 80 سالت یا هر چیزی سنت باشه. یه همسن و سال خودتو پیدا کن که بفهمه اهل بازی و فلان اینا باشه. بعد اصلا برید توی پارک، برید جایی که بچه‌ها دارن بازی میکنن. نمیدونی چه بازی بکنی، برو اونجا، چون بچه‌ها استاد بازی ساختن از هر چیزی هن. یعنی هر چیزی رو تبدیل به بازی میکنن. اونا اصلا قید و بند این دنیای بزرگسالی ما نیستن و همه چی رو تبدیل به بازی میکنن. بریم و تو این پارک ها بریم شروع کنیم بازی کردن. حالا اگر فکر میکنید که مثلا چون اینجوری هست دیگه، آره مردم چی میگن فلان، این اون حرف است. ببین هنوز مردم چیزی نگفتن، طرف میگه مردم چی میگه، یعنی اول خودش ترمز خودشو میکشه. ولی باز اگر اوکی به فکر مردم چی میگن هستید تا یه اندکی، میتونید برید حالا یه جای خلوت‌تر بازی کنید. مثلا
بری جنگلی که کسی نیست، بری تو جنگل مثلا، بری لب دریا وقتی که ساحل خلوته، بری تو پارک ساعتی که خلوته. حالا ما اینا رو میگیم، طرف میگه آقا جنگل کجا بود دم دستم یا فلان. بری تو پارک جایی که خلوته و بشینید بازی کنید، واقعا بشین نقاشی بکشید. تو خونه آقا بشین شروع کن خودت نقاشی کشیدن، نه تخیلی. بازیایی که دوران بچگی نداشتید اونا رو برای خودتون بخرید. آره ولی خب کسی که الان 80 سالشه بنده خدا اون موقع اصلا اسباب بازی نه، همه هر اسباب بازی هست آرزو شده. یه سری لوازم تحریری که دوست دارید و خوشتون میاد بخرید. مثلا من یه چیزی که خودم دوست داشتم، بعد برای ماهان خریدیم، از اینایی بود که کوک میکنی شب آهنگ میزنن بعد نور توش روشن میشه، از این برفا میریزه و اینا. دخترها صاحب محمد. خب بچه بودم دوست داشتم دیگه. خب بعد مردونه‌شو خریدم برام، فضا نورده. بعد اینا همیشه چیزای گرونی بودن، نمیدونم بی ربط چرا انقدر گرون بودن و من هیچ وقت نداشتم، در صورتی که خیلی دوستش داشتم که داشتم. تا هیچ وقت بروز نداده بودم و اصلا همینو بخشی از ما دهه 60 حالا اینجوری بودن، حالا قبل از ما اینجوری بودن یا نه، ولی ما خیلی از خواسته هامون اصلا بروز نمیدادیم بدون اینکه بهمون بدون اینکه بهمون بگم بروز نده. پدر مادری کنی در حق خودت. آره دیگه، همینا رو بخری، به هیچ کس هم هیچ ربطی نداره. مهم اینه که حال شما خوب باشه. آره مثلا سرمداد اسب تکشاخ برید بخرید بزنید، یا مثلا میتونید از این جوجه های زرد بخرید که تخم میکنه و من هنوز پیداش نکردم چون آرزوی دوران بچگیم بود. جوجه زرد تخم این مرغای زرد کوچولو که فشارش میدی تخم میکنه. خواهر من داشت، من هیچ وقت نداشتم، الانم پیداش نمیکنم. خب حالا میتونی برای خودتون پدر مادری کنید و هیچ کس هیچ حقی نداره اعتراض کنه. آره واقعا. من توی یه ویدیو در رابطه با تایملاین تراپی صحبت کردیم که یه خصیصه ای رو داری نداری، میری حالا یا در گذشته داشتی یا اصلا نداشتی، برمیگردی به دوران جنینی و اونو برمیداری و میاری امروز رو خودت نصب میکنی. یه واقعیتی که وجود داره اینه که ما توی دوران جنینی مثلا قبل اینکه به دنیا بیایم همه صفات خوبو داریم و اصلا وقتی به دنیا میایم ما کودکا تا 5 6 7 سالگی خیلی خلاقن، همشون خلاقن و هنرمند و وقتی دقیقاً از موقعی که میرن مدرسه، دقیقاً از موقعی که تو چارچوب ها قرار میگیرن، اینا آروم آروم شروع میشه خلاقیتاشون فروکش کردن. همین اتفاق در مورد مایی هم میفته، یعنی ما کودک درونمون که همون سنه، گفتم که این تا 5 6 سالگی با ما رشد میکنه، بعد همونجوری میمونه، ما اون خلاق، اون همه اون خصیصه ها رو با خودش داره و ما هی میایم بالا. معلم چند تا از شاخه‌هامون رو میزنه، پدر مادر، اطرافیان، جامعه، وقایع و اتفاقاتی که پیرامون میفته باعث میشه که ما هی از این خلاقیتمون کاسته میشه. شما اگر ببینید نبوغ در کسایی بوده که خلاق بودن، نه از روی کتاب و درس و اینا پیش رفتن. یعنی کتاب و درس و کلاس و مدرسه هیچ کس رو به نبوغ نرسونده، طرف خودش یک جوهره‌ای داشته و یک خلاقیتی داشته. حالا ممکنه با اونها یک شکل آرومی در برخی رشته ها اونم گرفته باشه و پیش رفته باشه، ولی نبوغ به معنای خود کلمه تو هیچ کلاس درس و اینه به هیچ کس تزریق نشده، فقط طرف خودش خلاقیت داشته باشه. دنیای تخیلشون باز بوده، مثل کودکان تخیل میکردن، بازیگوشی میکردن. این سقف رو ببرید بالا، این ذهن رو آزاد بذارید، انقدر از قضاوت نترسید. هی حرفاشو زدیم ما، ببین ما هممون میدونیم که بخندیم خوبه، هممون دوست داریم بخندیم، ولی خب فراموش میکنیم چند درصد، چقدر در طول روز میگیم خب حالا بریم الان یه ذره بخندیم 2 دقیقه. چقدر این کارو میکنیم، چقدر دنبال بهونه برای خندیدنیم. با اینکه همه دوست دارن بخندن، میگم دیگه همه دوست دارن بخندن، کی از اونق بودن خوشش میاد، ولی انقدر یه دفعه درگیر چارچوب‌ها و درگیر این مشغله ها و اتفاقا میشیم. ببین توی ویدیو دیگه هم تو همین کودک درون گفتم مسئله تأمین مالی مسئله مهمیه، ولی اینو باید بدونیم که همه این مسئله رو دارن. اتفاقا آدمایی که پول دارن مسئله تأمین مالی رو به صورت جدی‌تری دارن. اینو بدونید که شما به صورت ژنتیک این نگرانی ها رو، ژنتیک یعنی هنوز نطفه بچه بسته نشده، هنوز نطفهش بسته نشده. بچه بعضیا میگن جنین میشنوه فلان میشه، من میگم اصلا نه، اصلا قبل از اینکه هیچ اتفاقی بیفته در ژن شما این چون نهادینه میشه، بعد از طریق ژن به بچه‌هاتون و تا نسل‌ها بعد منتقل میشه. بس این نگرانی‌ها، یعنی خسته نشو، یه عالمه دلشوره، یه عالمه دلهره و نگرانی داشتیم
که امروز وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که ارزشش نداشت. واقعا قبول دارین اینو؟ بله، چون ولی با خود اون هی حملش میکنیم و با ژنتیک میدیمش به نسل بعدی و بعدی. بله ببخشید چون آگاهی منتقل میشه دیگه. شما میگین قبل از این که اصلا نطفه بسته بشه، به خاطر اینکه آگاهی منتقل میشه. اصلا. این حس این که چقدر درگیر مسائل مالی باشین ژنتیکه واقعا. این که ما به همدیگه توصیه میکنیم مراقب خودت باش، یعنی چجوری مراقب خودت باش؟ موضوع فقط مراقب جسمی نیستش، مراقب حال درونتون باشین، مراقب حال هوای خودتون باشین، مراقب کودک درونتون، افکارتون و روحتون باشین. آره و اینم من حالا تو پایان بندی بگم، وقتی این صحبت شما معنیش این نیست که مثلا خیلی منظم یه سری روتین، اتفاقا به خودتون اجازه بی‌نظمی بدید، اتفاقا اجازه نامنظم بودن بدید، اتفاقا اجازه بدید که یه وقتایی هیچ سر جاش نباشه، یه وقتایی همه چیو بریز به هم، اصلا مخصوصا دلت نخواد، یعنی یه عالمه کار اصلا تو موقعیت جدی این کارو بکنید. بابا من نمیدونم، من چون اعتقاد دارم بهش که وقتی چارچوبا رو میشکنی، اگه میخوای چارچوبای ذهنی تو بشکنی، باید چارچوبای عینی که برای خودت چیدی اینا رو یه وقتایی واقعا بشکنی تا اون جایی که بالغ و والد حمایتگر بهت اجازه میدن و میدونن که آسیبی به خودت و دیگران نمیرسه، این کار رو انجام بدید. به هر حال ممنونم. من امیدوارم که این ویدیوهای کودک درون که الان دقیقاً نمیدونم چند تا میشه چون هنوز پارت دومش رو تدوین نکردیم و وقتی مشخص بشه تو کانال قرار میگیره، امیدوارم که همه این ویدیوها به دردتون بخوره. اگر که دیدید و براتون مفید بود، به دوستانتون پیشنهاد بدید و کانال ما رو معرفی بکنید. از اینکه ما رو لایک میکنید و کامنت های قشنگتون رو برامون مینویسین، خیلی ازتون ممنونیم. از شما ممنونم بابت حضور و همراهیتون. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه که خداحافظی کنید. نه، بادا که کودک درونتان در تعادل و خردمند باشد. امیدواریم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار. ممنون از همه.